سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی ویدیوهای قبلی راجع به ساختن عادت‌ها و روتین‌ها توی زندگی صحبت کردیم. اما یه نکته جامون گفتم توی این ویدیو بهتون بگم. موفق ترین آدم‌ها هم توی ساختن عادت‌هاشون دوچار لغزش میشن. یعنی یه جاهایی سر میخورن و اون عادتشون میشکنه. اما اراده و انگیزشون نیست که اونها را متمایز میکنه نسبت به افراد عادی، بلکه سرعت بازگشتشون به اون عادتها و به اون روتین هایی که اونها را متمایز میکنه نسبت به انسانهای عادی. در حقیقت انسانهای عادی زمانی که عادتشون میشکنه مثل یک فنری که فشرده شده و آزاد میشه شروع میکنن از اون عادتشون دوری کردن. مثلا من رژیم غذایی دارم و این رژیمم به هر دلیلی میشکنه. حالا زمانی که شکست شروع میکنم به پرخوری کردن یا غذاهای پرکالری خوردن توی یه مدت زمان زیادی. اما اون افراد موفق اگه همین یه دونه عادت رو براش در نظر بگیریم این کارا نمیکنن. برعکس خیلی به سرعت خودشون رو جمع و جور میکنن و برمیگردن از اول شروع میکنن عادتشون رو ساختن و حتی آنالیز میکنن که چه عاملی باعث شد که این عادت بشکنه و از تکرار اون جلوگیری میکنن. این نکته‌ایه که باید مد نظرمون قرار بدیم. اگه یه عادتی شکست به سرعت سر جایش برگردونیمش.